عرض ادب مزاحم دکتر شدیم برای عمل حذف عینک. شماره چشمم 3 نمره ضعیفی داشت، نزدیکبین بودم، آستیگمات هم داشتم. الان 4 روز از عملم گذشته، عمل تماما لیزری بود. تشکر میکنم از آقای دکتر، الان هیچ مشکلی ندارم. مرسی. قربان شما. الان 4 روزی که عمل کردی لیزتون هم برداشتیم الان. آره، از یکی از شهرستان‌های اطراف تهران هم تشریف آوردیم که عملتون خیلی خوب شد. یکم استرس داشتین. شما دانشجوی چی بودین؟ من دانشجوی داروسازی. پس همکارم هستین دیگه. جایی بالاخره زمینه پزشکی کار می‌کنین اینا. چه شده حالا ان شاءالله طوری شده که داروها رو خوب ببینید، تاریخ مصرف داروها رو اینا رو خوب ببینید. اشتباه داروها رو به مریضا ندید دیگه، عینک هم لازم نداشته باشید. از عملتون راضی بودین؟ بله ممنونم، لطف کردید. چه توصیه داری برای افرادی که میترسن عمل بکنن؟ نه ترسین اصلا. شما که اصلا نمی‌ترسید. من خیلی می‌ترسیدم، شما نترسید. بقیه نترسید. 2 دقیقه کلا 2 دقیقه بیشتر زمان. خیلی مهربون بودن. خواهش می‌کنم. مرسی. خواهش می‌کنم. براتون آرزوی موفقیت. ممنون. قربان شما. خدا نگهدار.